موجوداتی که بیشتر شبیه یه سازمان مخفی کار میکنن تا یه پرنده. اونا مرگ رو میفهمن. وقتی یکی از اعضا میمیره دورش جمع میشن، اما نه برای عزاداری. یه جلسه اطلاعاتی جدی میگیرن، مکان خطر، دلیل مرگ و تهدیدهای اطراف رو بررسی میکنن. بعد هم پخش میشن و اطلاعات رو به بقیه گله منتقل میکنن. چهره آدما رو هم خوب یادشون میمونه. اگه کسی بهشون آسیب زده باشه، سالها بعد هم میشناسنش. علامت گذاریش میکنن و حتی به نسل بعدشون یاد میدن که حواستون باشه، این دشمن ماست. اونا شکارچی‌های خاموشن. میتونن ابزار بسازن، تله طراحی کنن و غذای بسته رو با کلک باز کنن. تو بعضی شهرها هم دیده شده که هسته‌ها و دونه‌های سخت رو موقع چراغ قرمز میذارن تو خیابون تا ماشین‌ها لهش کنن و وقتی چراغ قرمز شد خیلی خونسرد میان و غذاشون رو جمع میکنن. دنیای کلاغ‌ها دنیای اعتماد و خیانته. سلسله مراتب دارن، متحدن اما بیرحمن. برای غذا، قدرت و قلمرو میجنگن. اگه تهدیدشون کنی، یه صدای هشدار میدن و یهو 10 کلاغ از همه جا ظاهر میشن. این دیگه فقط حمله نیست، اجرای حکمه. برای دیدن مستندهای بیشتر، شما را دعوت به دیدن از پیج میکنیم.